این سرکه سیبه. همه میپرسن سرکه سیبو چه اندازه چجوری به پرنده میدی؟ الان میخوام دقیقا همینو بگم. فقط سرکه سیب طبیعیه ها، برامون آوردن. سرکه سیب حتما باید طبیعی بشه. من این همه سفارش میکنم، آخرش هم میگن از مغازه خریدیم دیگه، شرکتی خریدیم، یا میگن سرکه سفید دادیم. ببین سرکه سیب یه دره بطری سرخالی میریزید توی آبخوریش، آب پر میکنید، اونم همون نصفه باشه، سرخالی باشه، حله. اینو میذارید جلوش میخوره. حالا یه پرنده میبینید انقدر بیحاله که آب نمیخوره، با سرنگ 2 قطره از این میکشید و 2-3 قطره هم آب میکشید، قاطی میکنید، اونو مستقیم میریزید توی دهنش. این کار چیکار میکنه؟ اسهال از بین میره، استفراغ از بین میره، تمام مشکلات داخل بدن از بین میره، ویروس افتاده تو بدنش از بین میره. برای حتی پاکسازی کل بدن استفاده میشه. کبدشور خوبیه، پرنده‌هایی که حتی مشکل کبدشوری دارن. همه این کارا، مخصوصا یه سری گلوگیاهو که گاز میگیرن کمتر از 5 دقیقه حالشون بد میشه، یعنی نیم ساعته رسیدگی نشه بهشون میمیرن. همونو 2 قطره از این با 2-3 قطره آب قاطی میکنی، با سرنگ میریزی دهنش، 10 دقیقه بعد کامل خوب میشه. این کارایش ایناست، به همین راحتی. یه درب بطری ریختم توی این، صبح بذارم تا شب بمونه کافیه، بعد شبم بریز بره.